بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان عزیز و ارجمند، در مورد بی‌نظیر آبادان میخواستیم صحبت کنیم که چرا بی‌نظیر آبادان رو رد میکردن. خدا بیامرز شیخ علی بنطرف استاد بنده و پیشکسوت محترم، خدا بیامرزتش، چون تو کتاب بعد از انقلاب به نام آقای ستوده، سرهنگ ستوده ثبت شده بود، میگفت سرهنگ ستوده بعد انقلاب اسب نداشت، یعنی مادیون نداشت که تولید کنه، حق هم داشت، ولی حقیقت از این قراره از حظ و بخت حاج حمید غمخوار فرزند مرحوم حاج کیومرث، خدا بیامرزتش، از این قراره که در زمان شاه یه استبلی بود در اهواز، یه خانم خارجی آمریکایی بود، مال تکساس آمریکا بود و سرهنگ ستوده با هم بودن، اسب داشتن. یه نریونی بود بین اسباشون به نام عقاب معنگی. حاج کیومرث خدا بیامرز عاشق این نریون بود. این نریون دونده بود و بسیار نریون و سیدمی خوبی بود. نزدیکای انقلاب که شد میخواستن اسبا رو بفروشن که شخصی به نام نصرالله داعی مولا سید شهاب حیدریه، مشعشعی آل زنبور، اهل شیراز از پیشکسوتای عزیزمونه، دوست حاج کیومرث بود که بهش گفت اسبا رو میخوام بفروشن، بیا عقاب بردار. اومد که باشون جلسه گرفت، خدا بیامرز حاج کیومرث، قبول نکردن، گفتن یا همه اسبا رو میبرید یا عقابو میکشیم، بقیه هم ول میکنیم. 40-45 تا اسب بودن. مجبور شد حاج کیومرث هر چی داشت و نداشت و فروخت و همه اسبا رو گرفت به خاطر عقاب. از بین این اسبا یه مادیون کهری بود، از کحیله های خونه سید نور بود. حاج کیومرث میشناختش اینو. بعد از جنگ خانواده غمخوار میرن سمت شوشتر، بعد اونجا میرن سوال میکنن، مادیون کحیله از عقاب یه کره آورد به نام نازی کحیله به رنگ نیله. رفتن خونه سید نور که گفتن آره فلان سال یه زن آمریکایی اومد فلان مادیون کحه رو از ما گرفت با این نشونه ها که این قبول شدی حرف. بعد نازی کحیله و اون کحیله بزرگ کحه رو میدن به آقای سبزوار کریمی، گلالک شوشتر. بعد از اون از اردشیر میکشه نازی، این کحیله کحه رو از اردشیر میکشن، یه نریونی میده به نام روینتن رو میفروشن به آقای گشتاس شوشتر. بعد از اون که نریون روینتن به دنیا میاد و نازی کحیله رو میکشه و بی‌نظیر آبادان به دنیا میاد. بی‌نظیر بعد مجید غمخوار برادر حاج حمید اون نریون از آقای سبزوار میگیره، چند سال پیششون بود، سواریش میکنن. فاخر برادر حاج حمید فاخر برادر مجید میشه بکنه. فاخر غمخوار نریون رو میده به غلام قنواتی هم میده، غلام قنواتی هم از پیشکسوت‌های بزرگمونه، میدن آبادان پیش آقای محمد صحابی، پسر عبدالعلی صحابی فکر کنم میشه، و از اونجا میشه بی‌نظیر آبادان. منم که اینو میدیدم، این شجره رو میدیدم و صحبت‌های آقای بنطرف بود، تو کتاب نوشته بودن که کحیله های ستوده و فلان قبول نمی‌کرد، ما هم بر اون اساس قبول نمی‌کردیم. به کسی که می‌خواست نزدیک این اسب بشه یا بخره از اون مشورت می‌خواست نمی‌ذاشتیم، میگفتیم نخر چون بعد نمیتونی بفروشی، خوبیشه می‌خواستیم. حالا که فهمیدیم قضیه از این قراره و این نریون و سیلمی خیلی ارزشمنده و از کحیله های سید نور هستش، وظیفه دونستم که این کلیپ رو پر کنم و از حظ و بخت حاج مجید غمخوار به همه این حرف رو برسونم. و السلام.